سلام و درود. دکتر غزل همتی هستم، دندانپزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی. امروز میخوایم به یک سوال خیلی جالب جواب بدیم و اون هم اینه که چطوری درمانهای دندانپزشکیمون رو از نظر اقتصادی به‌صرفه‌تر انجام بدیم. اینجاییم تا با تجربیات من به این سوال جواب بدیم. اینها کارهایی هست که من برای خودم انجام میدم تا درمانم کمتر تهاجمی باشه و از نظر اقتصادی هم بتونم که انجامش بدم. خب کلیت این ویدیو فقط و فقط یک چیزه، اونم اینه که یک پیشگیری بهتر از درمانه، یعنی هزینه کمتری داره پیشگیری کردن، سلامتی شما حفظ میشه و هر جوری که بگم این واقعا بهترین کاریه که شما میتونید انجام بدید. و تو اینکه اینم دوباره همون قضیه، ولی اینه که هر چه سریعتر شما به داد دندون هاتون برسین بهترین سود رو کردین، هم از نظر سلامتی و هم از نظر مالی. خب میخوایم که از نظر عدد و رقم هم یکم بحث کنیم و از نظر رقم و با عدد ثابت کنیم که واقعا پیشگیری بهتر از درمان. و هر چقدر که درمان شما تهاجمی تر بشه و پیچیده تر بشه، هم خودتون سختی میکشین، هم دندونتون رو احتمالاً از دست میدین و هم هزینه بیشتری رو متحمل میشین. دندون مورد بحث ما که داریم هزینه درمان ها رو براش بحث میکنیم توی این مجموعه دندون مولر اول، دندون کرسی اول شما هست، دندون 6 و این مصوبه های وزارت بهداشت هست، چه برای بخش دولتی چه برای بخش خصوصی، که سال 1404 منتشر شده. این رو من بگم که اینها مصوبه برای دندانپزشک عمومی هست، ولی حالا نرخ متخصص متفاوت هست. نرخ بر اساس جنس متریالی که استفاده میشه میتونه متفاوت باشه. صرفا میخوایم درمان ها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم که حالا از نظر اون چیزی که مصوبه وزارت بهداشته، هزینه ها چجوری صعودی افزایش پیدا میکنه با پیچیده تر شدن کاری که باید انجام بدیم. من یک نموداری تهیه کردم که به نظرم چیز جالبیه. یک گستره‌ای وجود داره برای درمان‌های ما، از کم تهاجمی ترینش که همون مثلا فیشور سیلانت هست تا یعنی تهاجمی ترینش که میشه چی؟ اینکه اون دندون رو اصلا بکشیم و جاش ایمپلنت بذاریم. و من هزینه اینها رو میخوام باهاتون بحث کنم، سختی کارش رو میخوام باهاتون بحث کنم و اینکه میخوام شما رو متقاعد کنم که چرا بهتره که هر چه سریعتر اون کار دندونپزشکی که دندونتون نیاز داره رو انجام بدیم. خب با فیشور سیلانت شروع بکنیم. یک مبحثی که خیلی مهمه اینه که درمان‌های اولیه‌ای که شما دارین تا وقتی که به عصب نرسیده قابل انجام در مراکز دولتی هست و شما میتونید از بیمه تامین اجتماعی استفاده بکنید که واقعا هزینه زیادی رو کاور میکنه. تقریبا 80% هزینه رو کاور میکنه، خصوصا اگر زیر 14 سال مثلا برای بچه‌تون میخواین این کارا رو انجام بدین که واقعا بهترین کاریه که میتونین انجام بدین. با فیشور سیلانت شروع بکنیم. فیشور سیلانت یک درمان پیشگیری حساب میشه. اونم اینه که اون شیارهای در واقع اون دندون 6 رو ما بپوشونیم که پوسیدگی از اونجا در وهله اول اصلا استارت کار نخوره، پوسیدگی شروع نشه. که این درمان نرخ دولتی درمان فیشور سیلانت 852,000 تومانه، نرخ آزادش که با اون بیمه تامین اجتماعی و اینها میاد به 200,000 تومان میرسه. خب می‌بینید با 200,000 تومان شما میتونید انگار دندونتون رو واکسن بکنید که در آینده با شانس مثلا 80% کمتر پوسیده بشه. خب این واقعا چه کاری بهتر از این؟ فیشور سیلانت اگر بخواید با نرخ خصوصی انجام بدیم مثلا حدود 1 تومن میشه، 1 میلیون تومان. اگه از این مرحله رد بشه، شما فیشور سیلانت نخواستین انجام بدین، یک پوسیدگی سطحی مثلا به وجود بیاد در حد همون شیار دندون، PRR میشه اسم اون پوسیدگی سطحی رو برداشتن و اینها، که نرخ دولتی PRR حالا بدون در واقع بیمش 998,000 تومان هست که اگر خصوصی بخواید انجام بدین 1,400,000 تومان میشه. باز تو این مرحله شما میتونید دندونتون رو نجات بدین. اصلا اینقدر سطحیه، در سطح میناست که اول که شما حسش نمی‌کنین، سرماگرما رو حس نمی‌کنین توی این مرحله پوسیدگی سطحی. چیکار باید بکنین؟ باید حواستون جمع باشه. یعنی هر شبی که مسواک میزنین نگاهی به دندوناتون بکنین. اگر اون سایه پوسیدگی رو دارین می‌بینین، همون موقع اقدام کنید، مراجعه کنید به دندونپزشک و هم خودتون راحت‌ترین، دندونتون حفظ میشه براتون که بزرگترین سرمایه شماست اون دندون، و همین که هزینه کمتری متحمل میشید. این رد بکنید. یه چیزی که من خیلی دوست دارم حتما بهش توجه کنید اینه که فاصله مثلا اون ترمیمی که سطحی در حد میناست، اون ترمیم یعنی اون پوسیدگی وقتی عمیق‌تر میشه، نزدیک میشه به عصب، واقعا زیاد نیست. یعنی اگر شما رعایت بهداشت نداشته باشین، سبک زندگی درستی نداشته باشین، مسواک نزنید، نخ نکشید، فاصله اینها 6 ماه است. و طی 6 ماه دندونی که یک نقطه پوسیدگی داشته میتونه حتی نزدیک عصب بشه، اون پوسیدگی شدت بیشتری پیدا کنه.
اگر اون ترمیم عمیق‌تر رو بخوایم انجام بدیم، نرخ دولتی بین 1,000,000 تا 2,800,000 تومان هست، بر اساس اینکه چند تا سطح درگیر شده، چقدر مثلا اون عمق پوسیدگی و اینها، و نرخ خصوصی بین 1,500,000 تا 3,500,000 تومان هست. باز هم تا این مرحله اولی که شما میتونید تو بخش دولتی انجام بدین و همین که دندون شما حفظ میشه براتون، عصب دندون حفظ میشه و در واقع سلامتیتون رو محافظت کردین ازش. اگر 6 ماه بعد بگذره و شما اون دندونی که حساس شده یه کمی مثلا به شیرینی و سما و اینها رو پیگیری نکنید، نرین دندون پزشکی، مرحله بعدی اینه که به عصب رسیده و دندون شما عصبش رو از دست داده. وقتی که به عصب میرسه اون دندون، وقتی پوسیدگی به عصب میرسه، دیگه از اینجا داستان متفاوت هست. شما دیگه نمیتونید توی مراکز در واقع بهداشت و اینها کارتون رو انجام بدید، چون امکاناتشون رو ندارن اکثرا، و باید مراجعه کنید بخش خصوصی. برای عصب کشی معمولا دندونی که در واقع پوسیدگی اونقدر شدید بوده که به عصب رسیده، همراه هست با اینکه روکش هم باید براش گذاشته بشه تا ساختار دندون حفظ بشه و امکانش هست که بشکنه با ترمیم مستقیم. هزینه‌های عصب کشی و روکش و اون پست و پری که در واقع داخل دندون میذارن تا روکش روش قرار بگیره و حفظ بشه، مجموعاً 10 میلیون هست. یعنی اینو میخوام با گوشت و پوست حس کنیم که از یک ترمیم چند سطحی که با 3,500 مثلا جمع میشده، یک دفعه مرحله بعدی رو 10 تومن داستان و فاصله اینها 6 ماهه. حالا ما داریم اثر تورم رو حذف میکنیم، میگیم که اصلا همون درمان دندون پزشکی هم با تورم رشد پیدا نکرده، اصلا همون قیمت 6 ماه پیش اصلا شما میرین انجام بدین و یک دفعه همون 10 تومن هستش. و مرحله بعد از این داستانه، حتی اگر شما به عصبم بیفته و دیگه پیگیرش نشین، بعد از یک مدتی نکروت بشه دندون، کلا اون ساختار دیگه از بین بره، عصبی باقی نمونه و عفونت در واقع به استخوان برسه، دیگه دندون قابل نگهداری نیست. داستانی که من میخوام اینم متوجه اهمیتش بشین اینه که هر چقدر این پروسیجرهای دندون پزشکی رو عقب میندازین، فقط سخت‌تر، بدتر و هزینه برتر میشه. دندونی که شاید مثلا 2 ماه قبلش میتونستین با کشیدن ساده، الان مثلا میخوایم دندون رو بکشیم، ولی اون دندون دیگه حتی انقدر پوسیدگی شدت پیدا کرده، پوسیدگی به زیر در واقع لثه رسیده، دیگه اون دندون حتی با کشیدن ساده نمیتونیم درش بیاریم و بخوایم اون دندون رو، اون کانون عفونت رو اصلا از بدن شما خارج بکنیم، نیاز به جراحی هستش که همون جراحی در واقع حالا مصوبه‌ای که وزارت بهداشت داده 1,000,000 در واقع 800,000 تومان هستش. دندونی که مثلا با 500,000 تومان قابل کشیدن بود در مرکز بهداشت، با نرخ آزاد تازه با بیمه میشه 160,000 تومان. وقتی که شکست و پوسیدگی به ریشه رسید، با 1,800,000 تومان شما فقط میتونید خارجش کنید. و میرسیم به داستان ایمپلنت. اگر بخواید که این دندون رو در واقع دوباره احیا بکنید، بتونید بجوین، اصلا نرخ ایمپلنت یک عدد زیادی هست. اون هم خود در واقع هزینه جراح، اون دستمزدی که جراح برای اون پروسیجر انجام میده 5,500,000 هستش. اون تهیه خود اون ایمپلنت 15 میلیون هستش و روکشی که در واقع بخوان برای ایمپلنت بگذارن 4,900,000 تومان. بازم میگم اینها کلینیک به کلینیک فرق داره، بر اساس جنس ماده میتونه فرق کنه، اینا صرفا مصوبه وزارت بهداشته. و با همه اینها ایمپلنتی که در واقع دندون رو شما با جراحی خارج کرده باشین بخواین ایمپلنت بذارین 27,200,000 تومان برای شما آب میخوره. هدف من چیه؟ اینکه با عدد رقم ببینید که این طیف که شاید از ابتدا تا انتهای این داستان چیزی کمتر از واقعا 3 سال یا 5 سال باشه تا اینکه دندون رو به طور کامل از دست بدین، ولی در درمانی که مثلا میشده با 200,000 با 300,000 تومان ماکسیموم مثلا انجام بشه، دندون شما حفظ بشه، میرسه به این نقطه‌ای که در واقع مثلا 30 میلیون شما باید هزینه بکنید. یعنی واقعا اقتصادی ترین کاری که میتونین انجام بدین، اصلا بهترین کاری که برای سلامت خودتون میتونین انجام بدین، اینکه با اون عفونت زندگی نکنید، این هستش که درمان‌های دندانپزشکی در همون وهله اول انجام بدین. امیدوارم که بتونم اون تأثیری که میخوام رو گذاشته باشم و در واقع پیگیر دندون‌ها باشین. به عنوان یک، میفهمم که هزینه‌های زندگی برای همه ما زیاد هست، ولی به عنوان یک کالای لوکس با دندانپزشکی برخورد نکنید. همون اول وقتی که هنوز به درد نیفتاده، اگر جلوش رو بگیرین، با هزینه تمام شده کمتری سلامتیتون رو حفظ میکنید، ساختار دندون خودتون رو حفظ میکنید که هیچ چیزی، واقعا هیچ چیزی نمیتونه جبران کنه و نمیتونه جایگزین دندون خود شما بشه. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو رو گوش دادین.
امیدوارم که خوشتون اومده باشه و به کارتون بیاد. اگر دوست دارین که محتوای مشابهی ببینین حتما اینستاگرام من رو فالو کنید و کانال یوتیوب رو هم سابسکرایب کنید. ممنونم از شما.